مهاجرت خوبه یا بد؟ این از اون سوالاییه که مراجعا خیلی وقتا از من میپرسن و در جواب باید بگم که مهاجرت یک تجربه شخصیه، نه یک نسخه کلی که بشه برای همه پیچید. سلام، من دکتر نینا توانا هستم، روانشناس، و میخوام تو این ویدیو درباره مزایا و معایب مهاجرت و تاثیرات روانی که میتونه روی ما بذاره صحبت کنیم. اگر تصمیم به مهاجرت داری یا داری به مهاجرت فکر میکنم که این ویدیو برات مفید باشه و بتونه خیلی کمکت کنه که بسته به اون تایپ شخصیتی که خودت داری تصمیم درست رو بگیری که مهاجرت برای تو مناسب هست یا نه. اول بریم سراغ این که مزایا و معایب مهاجرت چی میتونه باشه. بعد بگم که مهاجرت یک سری مزایا داره، یک سری معایب که بسته به نوع شخصیتی که شما دارید میتونه براتون خیلی آزاردهنده باشه یا میتونه نه اصلا اذیت کننده نباشه. من داشتم مواردی که در 50 سالگی مهاجرت کردن و خیلی از تصمیمی که گرفتن راضی بودن و در مقابل کسانی رو داشتم که توی 30 سالگی مهاجرت کردن و انقدر از این مهاجرتشون ناراحت بودن که نتونستن تحمل کنن و بعد از مدتی برگشتن دوباره به ایران. مثلا بریم در مورد مزایای مهاجرت بگیم. اولین مزیتی که مهاجرت داره فرصت‌های شغلی و تحصیلی جدیدی که در اختیار شما میذاره. اما باید حواستون باشه بدونید که با توجه به تخصص شما، رشته تحصیلی و گرایش شما، این مهاجرت براتون میتونه مفید باشه یا نه. ممکن مهاجرت فرصت‌های زیادی در اختیارتون بذاره، اما اینم بدونید که میتونه رقابت زیادی وجود داشته باشه. آیا من میتونم از پس رقابت بر بیام؟ من به اندازه کافی تخصص و دانش دارم که از پس این رقابت شدید بر بیام یا نه؟ و از طرفی بعضی رشته ها هستن که بسیار زیاد وابسته به زبان و فرهنگ هستن، مثل همین روانشناسی. آیا من انقدر زبان قوی دارم که بتونم با مردم اون کشور به راحتی ارتباط برقرار کنم و بتونم توی رشته خودم مفید باشم، یا اصلا حتی بتونم در رشته خودم کار بکنم با سطح زبانم یا نه؟ مزیت بعدی که داره آشنایی با فرهنگ جدیده، آشنایی با مکان جغرافیایی جدید، طبیعت جدید، غذاهای جدید، مردم جدید و اینا برای خیلی واقعا خوشاینده. اما اگه شما از اون دست آدم هایی هستین که هر تغییر کوچیکی شما رو میندازه توی اون اضطراب و نگرانی، شاید مهاجرت مناسبتون نباشه. آدمایی هستن که برای یک سفر 2-3 روزه به یک مکان جدیدم انقدر باید سرچ کنن و انقدر باید همه چی تحت کنترلشون باشه که مهاجرت دیگه براشون میتونه خیلی سخت باشه. آدمایی هستن که حتی حاضر نیستن یه غذای جدید رو تست کنن و حالا فکر کنید شما وارد کشوری میشید که طعم همه چیز ممکنه متفاوت باشه. حتی طعم گوشتی که میخورین، طعم اون لبنیاتی که میخورین، طعم آشنای همیشگی که تو کشور خودتون داشتین نباشه. پس این تنوع و تفاوت فرهنگی گاهی وقتا میتونه خیلی جذاب و شیرین باشه و برای بعضیا میتونه خیلی آزاردهنده باشه و این بسته به اینه که تو خودت جزء کدوم دسته از آدم ها هستی. مزیت بعدی رشد فردی و استقلالیه که شما به دست میارین. به هر حال شما در کشور جدید مجبورین که مستقل بشین. تو خیلی زمینه‌ها که قبلا اصلا حاضر نبودین حتی امتحانش کنین، مجبورین که الان پا بذارین، واردش بشین و از پسش بر بیاین. اگه آدمی هستی که از چالش‌ها استقبال میکنه و دنبال رشد و استقلال فردی هستین، مهاجرت شاید خیلی بهتون سخت نگذره. البته که چالش‌های خودشو داره، اما تو میدونی که با اون چالش‌ها قراره بزرگتر بشین. اما اگر چالش‌ها خیلی تو رو به هم میریزه، فکر میکنی هنوز از نظر روانی اونقدری رشد پیدا نکردی که بتونی از پس این چالش‌ها بر بیای و این چالش‌ها ممکنه تو رو از نظر روانی به هم بریزه، بهتره یه مدت صبر کنی، روی خودت کار کنی، از نظر روانی قوی بشی و بعد برای مهاجرت اقدام کنی. مزیت بعدی ممکنه برای خیلی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی باشه که علت اصلی مهاجرتشون باشه. این وجود داره، واقعا ممکنه یه سری آزادی‌ها در کشوری که من میخوام برم وجود داشته باشه، اما این دلیل نمیشه که من چشمم رو روی بقیه جنبه‌های مهاجرت ببندم.
چون خیلی‌ها با این فکر مهاجرت میکنن، اون آزادیه رو به دست میارن، اما چون به چالش‌های دیگه فکر نکردن، حالا چالش‌های بعدی که رو میاره بهشون یهو انگار که شوکه میشن و فکر میکنن که این آزادیه ارزش این همه چالشی که من باید باهاش دست و پنجه نرم کنم و نداشته. پس از همه جهت بسنجین چیزایی که قراره به دست بیاریم و چیزایی که قراره بذارید و برید و ببینید کفه کدوم براتون سنگین تره و همون رو انتخاب کنید. و مزیت بعدی امنیت اقتصادی و اجتماعیه. درسته که تو وضعیت و شرایط امروز کشور ما ممکنه که اون امنیت اقتصادی برای خیلی ها مهم باشه و اصلا علت اصلی مهاجرتشون باشه، اما با یک واقع بینی این کار رو بکنید. نگاه کنید که اون بهشتی که از اون بر نشون میدن در مورد مسائل اقتصادی شاید اونقدرها هم که میگن واقعی نباشه. اینکه اونجا نظام درمان رایگانه، اینکه اونجا آموزش بچه‌ها رایگانه، بله درسته که رایگانه، اما اینو بدونید که هزینه همه اینها قبلا با مالیات ها و بیمه های سنگین از درآمد شما کسر شده. پول همه اینها رو قبلا از خودتون گرفتن و حالا دارن بهتون سرویس و خدمات میدن. ممکنه برای شما امری باشه که بگید من باهاش مشکلی ندارم، ولی باید آمادگی اینو داشته باشید که من در ازای کاری که میکنم 30-40 حتی در بعضی کشورها 50% ممکنه مالیات کسر بشه از درآمد من و من باید اینو قبول کنم و باهاش مشکلی نداشته باشم اگه میخوام به اون کشور مهاجرت کنم. حالا بریم سراغ چالش ها و معایب مهاجرت. اولین چیزی که همه رو آزار میده دلتنگیه. خب مسلمه که شما از خانواده‌تون، کشورتون، محیط آشنا جدا میشین و میرین جایی که همه اینا برای شما ناآشناه. حتی آدمایی که فکر میکردن اصلا آدمای وابسته‌ای نیستن، توی مهاجرت برای چیزایی دلشون تنگ میشه که گاهی وقتا خودشون خندشون میگیره. این طبیعیه و فقط باید بهش آگاه باشین که وقتی من مهاجرت میکنم با اینا قراره که مواجه بشم و از قبل براش آماده باشم که چطور قراره باهاش کنار بیام. از دیگر چالش‌های مهاجرت احساس طرد شدگی یا غریبه بودن. خب معلومه که شما تو اون کشور غریبه این و این ممکنه اولش که مخصوصا شاید زبان خیلی خوبی ندارین و صحبت کردن شما کاملا نشون میده که یک خارجی هستین، برای شما آزاردهنده باشه. شاید احساس کنید که تو هیچ جمعی پذیرفته نمیشید و ممکنه این احساس درونی شما باشه. اما خب اینم جزء چالش هایی که باید باش مواجه بشین. اینکه شما خودتون رو از نظر زبان کشوری که میخواین بهش برین آماده کنید خیلی مهمه، چون دونستن زبان باعث میشه که خیلی کمتر این احساس غریبه بودن رو داشته باشید. تفاوت‌های فرهنگی و نژاد پرستی میتونه برای بعضیا واقعا آزاردهنده باشه. شاید رفتارهایی که در کشور ما بسیار عادیه توی کشور دیگه اگر با آدمای دیگه انجام بدین خیلی ناراحت بشن، به نظرشون بی احترامی بیاد یا فکر کنن که دارید به حریم خصوصی اونا تجاوز میکنید. پس خیلی مهمه که من در ابتدا تفاوت‌های فرهنگی رو بشناسم که زیاد مورد طرد شدن واقع نشم، چون همین تفاوت‌های رفتاری میتونه باعث چالش‌های بزرگ بشه. و نژاد پرستی این واقعیته که خیلی از آدم‌های کشورهای دیگه نژاد پرستی رو حالا به درجات کم یا زیاد دارن. ممکنه به صورت عمدی شما رو توی یه جاهایی اصلا اذیتتون کنن، توی یه اداره‌ای برین کارتون رو دیر را بندازن و اینا مواردی که ممکنه باهاشون روبرو بشین. این میدونید واقع بینی رو باید داشته باشید. خود ما هم شاید خیلی وقتها دیدیم که تو کشور ما با مهاجرا خیلی نژاد پرستانه رفتار میشه و من باید آمادگی این رو داشته باشم. مورد بعدی بحران هویت. خیلی وقتا کسانی که مهاجرت میکنن دچار بحران هویت میشن و حس میکنن که من اون احساس تعلق رو ندارم، نه دیگه متعلق به کشور خودمم، نه کامل متعلق به اینجام و احساس میکنم یه جای این وسط گیر کردم. انگار که دیگه نه میتونم برگردم کشور خودم زندگی کنم، نه اینجا اون شرایط ایدئالی که تصورشو میکردم برای من وجود داره و یه جوری بین زمین و هوا موندم و انگار نه راه پس دارم نه راه پیش. برای همینه که بررسی
کامل شرایط اون کشور، بررسی کامل خودم میتونه خیلی کمکم کنه که کمتر به این بحران هویت بر بخورم. چالش بعدی برای کسانی که بچه دارن اینکه بچه‌ها بیان به محیط جدید خوب بگیرن میتونه خیلی براشون چالش باشه. در ابتدای امر خب این دغدغه برای والدین هست که بچه وارد محیط جدید میشه، زبان خیلی نمیدونه، هنوز نمیتونه خوب دوست پیدا کنه و همه این شکایت ها رو ممکنه برای والدین بیاره و والدین اولا غمگین میشن از این موضوع و بعد که چالشی هست براشون که خب من الان چطور به فرزندم کمک کنم که با این شرایط جدید خوب بگیره. و بعد از مدتی شاید 1 سال 2 سال که بچه ها خیلی سریع خو گرفتن و خیلی وارد فرهنگ و محیط جدید شدن، دوباره یک مسئله برای والدین پیش میاد که چرا الان فرزند من انقدر شبیه آدمای این کشور شده، چرا نمیخواد فرهنگ ایرانی رو بپذیره، چرا نمیخواد اون سنت‌های خودمون رو بهش پابند باشه. و خب این امر طبیعیه، بچه‌ای که داره اونجا بزرگ میشه، زبان اونجا رو یاد گرفته، دوستاش متعلق به اونجا، فرهنگ اونا رو یاد گرفته، رفتارهای اونا رو یاد گرفته، خب براش سخته که بیاد سنت‌های کشوری رو رعایت کنه که شاید چیز زیادی ازش به یاد نداره. و این تفاوت‌هاییه که والدین باید درک کنن در مورد فرزندانشون و بپذیرن. در کل مهاجرت مثل یک کوچ روانیه، از کسی که بودی به کسی که قراره تبدیل بشی و شاید خیلی وقتا ندونی که اون چیه که قراره بهش تبدیل بشم و این سردرگمیه میتونه آزاردهنده باشه. اما با شناخت دقیق خودت، شناخت دقیق چالش هایی که قراره باش روبرو بشی، میتونی این مرحله رو خیلی آسون بگذرونی. حالا میخوایم ببینیم تاثیرات روانی مهاجرت چی میتونه باشه. اولین و شایع ترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته اضطراب و افسردگیه. در ابتدای مهاجرت قرار نیست همه بهش دچار بشن، ولی خب تعداد زیادی از افرادی که مهاجرت میکنن این رو تجربه میکنن، حتی کسانی که از نظر روانی بسیار سالم هستن و با دید خیلی باز و روشن و شفافی دارن مهاجرت میکنن، در ماه‌های اول مهاجرت این حس رو حالا کمتر یا بیشتر تجربه میکنن. خوبه که با این دید بریم که ممکنه من دچار یه افسردگی خفیفی بشم، ممکنه خیلی جاها دچار اضطراب بشم و از قبل خودم رو آماده کنم که چطور باهاش مواجه بشم. حتی میتونیم با یک روانپزشک صحبت کنیم. یه داروی ضد افسردگی خفیف تجویز میکنن در ابتدای مهاجرت، فقط برای اینکه حال کلی شما مساعد باشه و بتونید از پس چیزهای جدیدی که باهاش مواجه میشین بر بیاین و چالش‌ها دونه دونه بتونین ازش عبور کنید. پس شوکه نشین و این میتونه یک امر طبیعی باشه، همونطور که گفتم قرار نیست برای همه اتفاق بیفته. تاثیر بعدی که میذاره، خب ممکنه که من دچار یک سری مشکلات وجودی، این که اصلا چرا این کارو کردم، اصلا ارزشش رو داشت زندگی که من بخوام دور باشم، یه سری سوالای این مدلی بیاد در ذهن من و این برای که ازش جلوگیری کنم خیلی خوبه که از قبل دلیل مهاجرتم رو بدونم، از قبل صادقانه نگاه کنم من چرا میخوام مهاجرت کنم و برای خودم وقتی که چراییم رو بدونم، دلایل موجه اگر داشته باشم، بعداً وقتی با مسائل مشکلات مواجه بشم خیلی راحت‌تر میتونم از پسش برمیام و مهاجرت به خاطر چالش هایی که سر راه من میذاره میتونه یه ورژن بهتری از من رو از درون من بیرون بکشه، چون من مجبورم رشد کنم، مجبورم مستقل بشم و باید از یه سری چالش ها عبور کنم و همه اینها میتونه منجر به رشد بیشتر من بشه. اگر قصد مهاجرت داری، صادقانه بعد از اینکه این ویدیو رو دیدی با خودت خلوت کن و از خودت بپرس چرا میخوام مهاجرت کنم. خیلی وقتا مهاجرت ما به خاطر فراره. آیا میخوام فرار کنم؟ آیا امید واهی دارم؟ آیا اون کشور مقصد رو زیادی برای خودم جذاب و خیلی بزرگش کردم؟ آیا سختی های اینجا رو زیادی بزرگ کردم برای خودم؟ اول از خودت بپرس چرا میخوام مهاجرت کنم؟ از چی میخوام فرار کنم؟ و اگر فکر کردی که مهاجرت تو فرار از چیزیه، فکر نمی کنم که برای تو خیلی مناسب باشه. اگر مهاجرت تو به خاطر اینه که از حال بدت برسی به یک حال خوب، اینو در نظر داشته باش. حال بد تو با جابجایی خوب نخواهد شد.
حال بد یه چیز درونیه که من باید اول از درون شروع کنم روش کار کنم و به حال خوب برسم بعد مهاجرت کنم. همونطور که گفتم حتی کسانی که از نظر روانی بسیار سالم هستن بعد از مهاجرت ممکنه چند ماهی حال بد رو تجربه کنن. حالا اگر من به دلیل حال بدم بخوام مهاجرت کنم، قطعا با مهاجرت حال بدتری رو تجربه خواهم کرد، چون میرم اونجا میبینم همه چی جدیده، همه چی متفاوته، اما من هنوز حالم بده، چون من خودم رو با خودم بردم قبل از اینکه درمان بشم. اگه حالت بده حتما شروع به درمان کن، حتما از روانشناس کمک بگیر برای حال خوبت و بعد از اینکه حالت خوب شد دوباره این سوال از خودت بپرس آیا الان هم میخوام مهاجرت کنم هنوز یا نه؟ و اگر قصد هنوز مهاجرت حتما با حال خوب مهاجرت کن. مهاجرت کردن قرار نیست حال کسی رو خوب کنه، قرار من حال خودم رو خوب کنم و بعد مهاجرت کنم. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. اگر که فکر میکنین این ویدیو به درد کسی میخوره براش بفرستین و حتما از تجربه خودتون در مورد مهاجرت بنویسید تو کامنت ها. میتونه تجربیات شما به خیلی از کسانی که قصد مهاجرت دارن کمک کنه، میتونه یه دید خیلی وسیع تری بهشون بده. ممنون که توجه کردین تا اینجا به این ویدیو. خدا نگهدار.